در همین رقابت این زمان بیاید متوجه میشویم به هیئت منتخب جوانان 20 ساله تاجیکستان که همکنون متوجه میشویم به هیئت منتخب ایران که با چنین هیئت به میدان وارد میگردند. اینجا هم البته باشد زینه سیوم را از خود میکند. یعنی طور اشاره کردیم رقابت مذکور برای به دست آوردن مدال های نقره مسابقه هم محسوب می شود. برای همین هم کوشش کردن لازم است. اگرچه اینجا امکانیت میرزایان رقم 11 بیاد توجه کنیم به این حالت. ضربه به طرف دروازه اجرا می شود. خیلی وضعیت خوب، خیلی امکانیت. محمد گلدیف بیاد متوجه شویم به این هجوم. ضربه به طرف دروازه، یک ضربه دیگر و توپ پلوتر از آسان‌تر بینماید. پرتاب اینجا روان کرده میشد به داخل جریمه. گل ضربه هم زده میشد و دروازه تحت نظارت خود قرار دادند فوتبالبازان ایران همین رقابت را. حمله نوبتی امکانیت برای ضربه زنی پیدا می شود. ضربه به گوشه پایانی دروازه به کنج دور و مرحمت پای چپ گل زدن این در فوتبال دوام 17 سال اخیر یک چیز عادی بود. اینجا مشاهده میکنیم ضربه زنی نشد. در چنین حالت‌های احساس می‌گردد در بعضی از ضربه اجرا می‌شود این نوبت زمینی بازم بختاور غیور حالا دسته ایران بازم با سرعت بلند جریان دارد. پس به موقع اوزاد امکانیت خوب در بازمان فریب داده می شود. ضربه و حساب رقابت 0-2. عباس کاهریزی توجه میکنیم. خوب بازم خط دفاعی ما خیلی پیش آمد و همین به پیش آمدن ما را بازیکنان کشور ایران خیلی خوب استفاده بردن. بینید که به گل خود یک اسیست دیگر رو رضا میرزایان ضم میکند. اگر حمله تا به خاتمه تا به حداقل تا به ضربه زنی رسد چنین حمله رو میگن که پرتاب به داخل جریمه گاه دروازه‌بان نتوانست در محمد حسینوف دوبل کرد در همان بازی. اینجا ضربه به طرف دروازه اجرا کرد. ضربه قوی بود ولی دروازه‌بان ایران به خطا این ضربه پرتاب به داخل جریمه گاه ضربه به طرف دروازه و گل از دوستان ارجمند. ما توانستیم به زدن گل مشرف بگردیم. این تمام ما گردیدم. خاطر رسانی میکنیم که این بازیگران همه زیر 17 ساله هستند. خیلی خوب جایش خود را اجرا کرد. بهروز خوجایف با سر توپ را وارد دروازه رقیبان کرد. در مورد گل غلبه آور هم کنند. ضربه به طرف دروازه به کنار امکانیت است، موقع است برای فوتبالبازان ما. پس به کنار از آنجا ارسال به داخل جریمه گاه ضربه و گل. آفساید، متاسفانه آفساید. بهروز خوجایف ضربه زده توپ را وارد دروازه نمود ولی آفساید گرفته می شود. آفساید کنی در کجا بود آفساید؟ نه عذر دوستان، آفساید نه. اونجا گفته شد که توپ از میدان بیرون گردید. آفساید دقیقا نبود. یگان خیلی آفساید نبود. انا در همین حالت خیلی مهم است توپ را دیدن که بیرون از میدان شد یا نه، وگرنه گل و این وضعیت اکنون برطرف می شود. ضربه بعد خط هجوم و با همین دو صداشک خود را بلند میگرداند. دوستان ارجمند بازی بین عباس کاهریزی به ثمر رساند. از فوتبالبازان ما یگانه گل را بهروز خود یکی از آنها کوشش کردند در بازی امروز. امکانیت بود تو حتی تنها غلبه به ما زینه سین و سال دیگر ازبکستان در همین سین و سال، یعنی چمپیونات که چمپیونات کافا بین با همین بیشتر شده ایستادند و چمپیونات های کافا بین بانوان بین خوب منتخب ازبکستان و جام را
میبینیم که اینجا دلشاد جورازاده میسپارد. خوب جام بلند میشود. منتخب ازبکستان در چمپیونات کاف بین جوانان تو 20 ساله قهرمان میشود در ورزشگاه تالکو آرینای کشورمان. این مسابقه اکنون رسما به انجام میرسد. کل فوتبالبازان نورس کشور ازبکستان با این قهرمانی تبریک و تهنیت میگوییم. و تا در کشور آرژانتین ما این حال بچهای نورس و جوان این کشور نتیجه عالی رو نشان داده ایستادند. خلاص کل مخلصان فوتبال کشور ازبکستان را تبریک و تهنیت با این غلبه خیلی خوب زیبا و دیدنی میکنیم. با شما همینجا خیر خوش میکنیم. خیر تنسیت و خانه باد باشید.